استاد و سوال دیگه همین یک همسایه‌مون مثلا شوهر کردگی دو تا فرزند دارد از دو شوهر کرد دو فرزند دارد نه که همو پدرای همو کودک‌ها вообще نگاه نمی‌کنن کودک‌ها همو کودک‌ها صغیره گفتم ممکن است استاد پدرشون زنده نه که اصلا نگاه نمی‌کنن استاد صغیره این کلمه عربی هست صغیره خرد گفتگی گپ صغیرتون خرد کبیرتون کلانسال یعنی صغیره خردسال است یعنی درست است که خردسال است یکی یتیم گفته نمیشه اگر پدر از زنده باشد پدر از زنده هست و نگاه نمیکنه و یتیم نیست مادرش وفات کرده باشد و پدر از زنده باشد هم یتیم نیست پدرش اگر وفات کرده باشد و کودک به بلاغت نارسیده باشد در این حالت در نزد شریعت و یتیم است عکس حیوان ها اگر مادرش وفات کند یتیم حساب میشود است پرنده ها اگر هم پدر و هم مادرش وفات کند بعد یتیم گفته میشه اما آدمیزاد در شریعت اگر پدرش وفات کند یتیم گفته میشه